روز یکم январ یک مرد مسلح به کلوب شبانه در شهر استانبول ترکیه وارد شد و با اسلحه اتوماتی 39 نفر را کشت. عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان را با اتهام انجام این حمله روز 16 январ دستگیر کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت و گفت که از ترکیه برای دخالت نظامیش در جنگ سوریه قصاص گرفته است. روز 20 январ دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور 45 امریکا قسم یاد کرد. مراسم ادای سوگند در نزد بینای پارلمان امریکا در شهر واشنگتن و با حضور همسر او ملانی و اعضای خانواده‌اش صورت گرفت. عین زمان ماموران پلیس در کوچه‌های واشنگتن با تظاهرگران مخالف دونالد ترامپ برخورد کردند. روز 12 فوریه تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیو را نشر کرد که به گفته نطاق تلویزیون آزمایش موفق موشک پیشرفته قادر به حمل کلاهک‌های اتمی است. موشک را پیشرفت دیگر در برنامه‌های ساخت سلاح اتمی کره شمالی نامیدند، هرچند شورای امنیتی سازمان ملل ساخت چنین سلاح را برای پخنیان منع کرده است. یک روز بعد از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت با کره شمالی قاطعانه برخورد می‌کند. روز 3 اپریل ترکش قوی در داخل متروی شهر سنت پترزبورگ روسیه 15 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مفتشان روسیه گفتند ترکش حمله مرگ طلبانه بود و آن را اکبرجان جلیلوف، یک ازبک تبار شهروند روسیه انجام داده است. امانوئل ماکرون سیاستمدار جوان و مرکزگرا در انتخابات روز 7 می در فرانسه 66% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. امانوئل ماکرون در انتخابات ماری لپن سیاستمدار ملتگرای افراطی را شکست داد که او تهدید کرده بود فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. در انتخابات روز 19 می در ایران مردم دیگر باره به طرفداری حسن روحانی رای دادند و او را بار دوم رئیس جمهور انتخاب کردند. حسن روحانی سیاستمدار معتدل اصلاح طلب گفت انتخاب او انتخاب راه همکاری با جهان است. روز 19 می نیروهای عراق با دستگیری نیروهای آمریکا به شهر موسول آخرین تکیهگاه گروهی به نام دولت اسلامی در عراق وارد شدند. با اشغال موسول به نام خلافت تأسیس داده ابوبکر البغدادی رهبر داعش در عراق از بین رفت. بعد اشغال قلمروهای وسیع عراق و سوریه در سال 2014 بغدادی منطقه‌های اشغال کرده‌اش را خلافت اسلامی اعلان کرد. روز 1 اکتبر یک مرد مسلح در آمریکا با تیراندازی به سوی تماشاگران یک کنسرت در شهر لاس وگاس 59 نفر را کشت و صدها تن دیگر را مجروح کرد. استیون پادوک 64 ساله از اسلحه اتوماتیک چند دقیقه از مهمانخانه به سمت تماشاگران تیراندازی کرد و پیش از ورود پلیس به اتاقش در این مهمانخانه خود را کشت. سبب‌های بیدادگری او نامعلوم مانده است. دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق روز 22 نوامبر راتکو ملادیچ فرمانده سابق سرب‌های بوسنی را برای نقش او در جنگ سال‌های 1992-95 در بوسنیا به زندان 1 عمری محکوم کرد. او را به جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی گناهکار دانستند. ملادیچ را بعد داد و فریاد برداشتنش در تالار از آنجا بیرون کردند. روز 5 دکبر کمیته بین المللی المپی تیم المپی روسیه را از حق شرکت در بازی‌های زمستانه المپی در کره جنوبی محروم کرد. کمیته گفت ورزشکاران روسیه در بازی‌های گذشته از داروهای نیروبخش ممنوع استفاده بردند. توماس باخ رئیس کمیته المپی گفت ورزشکاران روس که از این داروها استفاده نکردند می توانند زیر پرچم کمیته المپی در المپیاد آینده شرکت کنند. under the name Olympic athlete from Russia